سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من محمد انتظاری هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز من و جدیدترین ویدیوی کانال منه. بچه‌ها من امروز حدودا بعد 2 ماه فعالیت نکردن در یوتیوب و دوری از گیم کالاف استارتش رو زدم. ساعت 4 بود ویدیو براتون گذاشتم، الان ساعت 8:30 دارم این ویدیو رو آماده میکنم. نهایتاً ساعت 8:45 50 دیگه این ویدیو میرسه دستتون. حالا داشتم یه مدت نبودم، این به خاطر درس و مدرسه آدم اذیت میشد، واقعا نمیتونستم بازی بکنم. تایم کم می آوردم، یعنی اصلا اوقات فراغت و اینا داشتم که بیام گوشی بردارم بشینم کالاف بازی کنم. من از 14 فروردین کالاف بازی نکردم، حتی 14 فروردین اکانتم فروختم. تو همین پریروز بود، آره پریروز آپدیت کردم، دیروز بازی کردم ولی دیروز نشد براتون ویدیو آماده بکنم، موندش امروز که امروزم حالا یه دونه ویدیو گذاشتم، اینم ویدیو دومه. راستی بچه‌ها از پروفایل جدید چنل راضیین؟ حالا دیروز داشتم اونم آماده میکردم، دیروز حالا 2-3 مچ پلی دادم ولی نشد، ویدیو خوبی در نیامد که بخوام براتون بذارم. بچه‌ها فعالیتم همین بعد پرقدرته، یعنی ویدیوهای جذابتری تو راهه، اتچمنت های خوب، حالا از 3-4 تا گان واقعا اتچمنت خوبی دارم، خوب میزنن. گفتم براتون آمادش بکنم، حالا آمادش میکنم براتون، آمادش کنم که براتون آمادش میکنم، میذارم براتون که چیز بکنین، براتون میذارم که اتچمنت ها رو بردارین و ازشون استفاده بکنین. بچه‌ها این به بعدم حالا بهتون قول میدم این 3 ماه تابستون رو حدوداً هر روز ساعت 7 بعد از ظهر، چون هفته شب براتون یه دونه ویدیو رو بذارم، یه دونه ویدیو براتون بذارم دیگه. همین دیگه بچه‌ها. راستی از همین شد یه حمایت هم بکنین، واقعا فکر کنین چنل خودتونه، از داداشتون دارید حمایت میکنین، واقعا به حمایتتون نیاز دارم. چنل من نوپا، تازه شروع کردم، نه سابسکرایبر زیادی هم ندارم، ویدیو هم واقعا آنچنان خوب نیستش، بعد تو این اوضاع بد اینترنت و دیوایس ضعیف واقعا سخت میشه کانتنت ساختش. تنها کاری که میتونین بکنین یه حمایت ریزی از من بکنین، میتونین لایک و سابو بزنین. اینم اینجا شد بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم، خیلی عزیزین. فعلا خدا نگهدار.